شهریاری به من SMS زده که عمو زنجیرباف یک گله کوچیک ازت داشتم، یک گله کوچیک. تو که اینقدر زحمت کشیدی و زنجیر منو بافتی، مرض داشتی اونو پشت کو انداختی. حرفای عجیب غریب میزنن. عزیزان آرامش خودتون حفظ کنین. اسمت چیه؟ چه جالب، اینجا همه زن و مرد گلپری هن. خیلی باحالن اینا. خب اجازه بدین که سالن داره از دست در میره، من یه خورده اوضاع رو کنترل کنم. بعضیا انرژیشون بیشتر از اون چیزی که من حدس میزدم. برای اینکه انرژی تخلیه بشه یه جیغ و صدورا. از این به بعد دیگه خورده آرامتر بریم جلو، چون که از آبدارخونه اومدن گفتن که چیز باشه. الان موقعش یه مقدار گریه کنید. بسه دیگه اینقدر خنده. من هر چی میگم شما میخندید، درسته؟ چون فکر میکنید من اسکلم، در حالی که اینطور نیست. بازم اشکای چشما سه آب روان آدم عزیزان آرامش رو حفظ کنید لطفاً. میخوام براتون یه داستان غم انگیز بگم. در یک بیمارستان قرار بود دختری رو عمل جراحی قلب کنن. دختر روی تخت رو به پسر گفت عزیزم فردا قراره که عمل قلب روی من انجام بگیره. پسر لبخندی تلخ زد و گفت میدونم عزیزم. دختر دست پسر رو به گرمی فشرد و گفت عزیزم امکان داره که من دیگه هیچ وقت تو رو نبینم، اما بدون که همیشه دوست داشتم و دوست دارم. پسر باز لبخندی تلخ زد و گفت به امید دیدار دوباره عشق من. فردای اون روز بعد از یک عمل طولانی و سخت قلب، وقتی دختر بالاخره به هوش اومد پدرش رو کنارش دید. سریع پرسید بابا اون کجاست؟ پدر با صدایی گرفته و لرزان گفت دخترم مگه نمیدونی اون کسی که قلبش رو به تو هدیه داد تا تو زنده بمونی کی بود؟ تمام تن دختر یخ زد، اشک از گوشه های چشماش جاری شد. پدر با دستهای مهربان اشک دخترش رو پاک کرد و گفت دخترم قصه نخور، شوخی کردم رفته مسترا، الان میام. همین جوریه دقیقا زندگی. حالا یواشتم کی بیشتر از من برات میمیره، کی مثل بفرمایین بالا. خیلی خودمونی شدین دیگه عزیزان. چه خبره امشب؟ این حرفا یعنی چی؟ کسی که به تو میگه من برای تو میمیرم دروغگویی بیش نیست. صداقت رو کسی میگه که برای تو زندگی میکنه. برای من دست بزن. اگر مانده بودی چرا تا به عرش خدا میرساندم،
اگر مانده بودی تو را تا دل قصه می کشانم. مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و بوی دگر داشت. این شب سرد و غمگین غربت با وجود تو رنگ سر داشت. هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی مرگ دل آرزویت اگر بود مانده بودی اگر می شنیدی.